شجاع، کمپاین یادبود از مدافعین حقوق بشر در افغانستان. این کمپاین توسط سازمان عفو بین‌المللی با نقاشی چهره شامرای، عکاس آژانس فرانس پرس آغاز شد. شامرای یکی از 9 ژورنالیستانی بود که در رویداد 30 اپریل سال روان میلادی همراه با 8 ژورنالیست دیگر در یک رویداد انتحاری جان خود از دست داد. بر علاوه او سباون کاکر، عبادالله حنانزی و محرم دورانی ژورنالیستان رادیو آزادی نیز در این رویداد کشته شدند. شجاع کمپاینی از طرف سازمان معتبر عفو بین‌الملل که تازه آغاز شده افغانستان و هنر سالار با سازمان عفو بین‌الملل یک جای کار میکنن. هدف از این است که ما از این شهدایی که در خط مقدم هستند، کسایی که به خاطر آزادی بیان، به خاطر حقوق بشر اینا مبارزه میکنن، با قلم خود، با کمره خود، با یک برس خود، ما خواستیم از اینا یک سپاسگزاری کنیم، از اینا یک یادآوری کنیم. در این کمپاین به باشنده های شهر کابل نیز اجازه داده می شود تا سهم بگیرند. خبرنگار بیشترین اهمیت با ما داره، چون مشکلات جامعه را با ما میرسانه و جان خود به خطر میندازه تا که با ما اطلاع رسانی کنه تمام مشکلات های جامعه را. و بیادر ما، عزیز ما، دوست ما بود که شهید شد، خداوند رویش شاد کنه و جنت‌های فردوس نصیبش کنه. دیگه خواستیم که در کمپاین یک اشتراک کنیم که یک یادگار از ما در اینجا بمونه. نظر به آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران، از آغاز سال روان میلادی 12 ژورنالیست هدف حملات انفجاری در افغانستان قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون سرحد، از سال 2001 میلادی تا کنون حدود 60 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. اما اداره حمایت از خبرنگاران افغانستان این رقم را نزدیک به 100 تن می‌خواند. کمپاین معروف و شجاع با نقاشی تصویر این خبرنگار پایان نخواهد یافت، بلکه با ولایت‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت. مسئولین نهاد هنر سالار قصد دارند تا عکس‌های خبرنگاران دیگر را که در رویدادهای مشابه جان باختند را نیز روی دیوارها رسم کنند.